سلام علیکم و درود بر واج فرید. سلامت بات وجه باز وش برابرین گپ لایکی دیگه. شما واج فریدی چایی گپان واشترین وجه ماشا کجا بیارین؟ بهترین سوچ، بهترین راهنمایی، بهترین گپ، شرطترین وجه من حیالا نی. شما واجهی؟ ما همه واجه همه دیر تر نزدیک 20 سال همی کاربار حساب کتاب نه، همی تنبورگ و همی سرود و همی خوانندگی و همی شان بتگنه. من اول سابقان باز علاقه هستد. مرحوم ابراهیم آسکانی سابقانتیم دیگه. په هندی هندیانی شیران که وانتش من علاقه ساک باز هستد. بل دیگه مرحوم من پیسا که همی کمالهان و همی نوارانی گوش کوهان شیمرید و دادشاه و شیرا حماسی گوش کو. ما اول سر نه شان نسمجد نه معنیان شو شانش من نزاند. همیشه بل تمی ماشین که ما رابطین دیگه شی بنده خدا گوش کو. من گو درکن شی ما اصلا متوجه نبین. گوشی شی واشی چیزو شی بهتر شاعری خواننده کمالان نامی شی بنده خدا بهترین خواننده بلوچستانی. شاعران حماسی با معنی کلا دیگه. هر چیزی که وانتی مثلا معنی من نزان دای من معنی کنه دیگه. هر رو تمی ماشین نوارانش برکو مرحوم پتو بری کو. من دیگه کم گوش کنان شد تا من زه نشتن دیگه. ما علاقه اون یا به همی سابق حماسی و همشان گشتر دیگه. کم شاعران که برکو شاعران ما یا حفظ کو یه دیم آدم. حقیقت الان شاعران ما لحتی بیهوش کتا چون که ما نک شاعران نجنین دیگه. بقول شما مار حمایت نی کسی نی که مار تشویق بکن هنر ما دیماتر برو اینکا شعر من باز بلد تو لحظ شاعران کلا ما به بیهوش کرتن از بس که من نجتا گن دیگه. بله همیشه تکرار بتینه ما بجتینه ما بیحال نکرد شاعرانه. مواد رابطه کن یه رکشان بک رابطه که زانه نام دشکتا آشار و افشان یه رکشان آدم واجکاری هستد سرودیه نامی نگرم. رابطه همو دا نیشتد محفل دیوان عامل گشت صوت جا سابق ابراهیم همشان. من همراه گونه کشی واجه شاعر هم جام کش شاعر چونه شاعر جام کش سابق کمال ها کش بار بوان شاعر که من شروع کو وشی که هنچی جنه شاعره من شاعر هنچی جنه چونی جنه وش نه شاعر به طرز نه انت به فلان نه. من گفت تو سرود تا همراهی کن گو شاعر گوش نه تی شاعر هماهنگ نه گو سرود فلانه دیگه رابطه نکو حقیقت گو شاعر همه. در صورت که من بلد هم نه تو دیرین گپی از این حداقل 12-13 سال پیشین گپی. ما بنده خدا جواب داد من گفت مطلب هیچ که شاعر نبتا و نبیته توجه شما. پدا ما همشی یات لوگان من یات لوگان تنبورک من اول اصلی نه هست. من یک گویا گالو نی پین کرده گد گویا حلبی پیپکی من کام جاد ادا و ده ای پنجاک آ پنجاک یک کام دیگه ما وتر دیمار روان کو بل پشتاوین دیگه کنزا نکو بکل مرحوم رسول بخشم. نوی بنده خدا بعد از 2 ماه 3 ماه پس سری کافته یاتن هم مهرستان یاتن هم دیگه سرود که من واد هم ها گوانت کو سرود که چه تمرین کرده زابرن بنده خدا یات سرود ساز کرد و تنبورا نما شاعر که جات من واد که دیگش تو باز دیمار رابطه که ماشاءالله. خلاصه ما هنچو کام جنان کو تا یک شب مواب دی یک سرودی من یا کرما بل من امیر رسول بخش تمی کلیپان دیستاد نه کمالا. من آرزوی هستم من یک بار رسول بخش من نزدیک بیندم پهلوان بر چونی نشی شب مواب دی یک سرودی اتمانگ ما مودان کام کچی مزنی مود بیر مردم متوسطین باز توهین نه قد بلند هم نه باز جهلین هم نه بل مودان توهین شب مواب دی روی چین تا یک من زنجش پر رسول بخش آتا پانگ من بیا چه دلک صفا ببی الله کش دلان مالکم
بنده خدا یا زنگ زد به من رفتم گوش ای رسول بخش تر هر رو این رسول بخش پهلوان من گو که تو شعرم بلده؟ من گو ها چو ٹوک ٹوک کی کام کام بلدم. رابطه یک ما دیوانگه بلد نه تو شعر ولی شعر اون زان ولی دیگه بلد نه تو چون دیوانه طرز گوتو طرز وانتن و شانو نزان فقط شعر جند من یادت گوتو هم نره پا آواز نره مثلا به این طرز بنا طرز فقط هشکی شعر من نامگه متوجه می بند خدا من دیگش تو برابره تو شاعریه دیستی که من بلد نه ولی در صورت که من بلد هم نه تو بل من یر نجد نگوشتی که پهلوان رسول بخش تو بلد نه تو بلد نه تو فلانه وش تو شاعر تو باعث افتخار ما بند خدا خبر نکو تا کام من جاد پد من رسول بخش دیگوا من گفت دیماتر رابطه گه پد بعد از 6 ماه من دیگوا گشت دیماتر رابطه گه پد من که دیگوا گشت دیماتر رابطه گه تا من ماشاءالله شی دی گشت من ماشاءالله دیمارا بل پدایی نکنزه من همیشه گوین رابطه استاد من تشویق کو بجان تو هنر بلوچی زنده کنه تو می درد وره تو بجانه پما افتخاریه بنده خدا بچه استاد مزنی بل منی هیچ با نگو اگه اولین رو منی دل پروش بکوتی بگو اشتن که تو بلد نه تو فلانه همارو چی من دل پروش من گو مزنی استادی حتمش یک چیزی زان که من بکشی بل زان تش هنرمندی مردمات مات لا بلد و نه یا روش تو رانندگی بلد و نه سوار به پشت ماشین کام تو بلد به آیم هان چمی زانت که شی کام تمرین کام به جای رسی نه الان همشه ما جنگین کام همه سرودی یه روکشانی که من گو الان گو تنبوره که من گو شعر من رابطه نکن به هیچ عنوان رابطه نکن نه زهیرو رابطه کن نه کردی رابطه کن نه اشرف دوره رابطه کن هیچ کدام رابطه نکن گو من گیندی گوش تو چو رابطه دیما من گو شب 5 ساعت 6 ساعت من تمرین بتا رسول باش بعد من گو پهلوان گوشتش این علاقه تر هستن من گوش غلام قادر و کمال خان گوش نبتا گوش این تو مار حمایت کنه این تو مار جان کنه گوش هم کمال خان غلام قادر گوش من رسول باش دوست نداشته بهزاد من دوست داره این چوکا من دوست داره گوش این ندیم و سوهل من تر دوست گوشی استاد گوش تو واقعا گوش بلوچ چوکه من گو نه پهلوان ای گپان ما که من تنی وادی پنا جان نرستا گوش نه گوش تو من مردم جهان میارم گوش هیچ که جهان نیاری گوش واقعا گوش تو بلوچ گوشی دیگه تو فرید جان گپ سگ بازن گپ هر هنرمند به قول شما پیر جا رسته زحمت کشته چون من ته همه کلیپ گواشته که من مثلا استاد عزت خان بلوچ همه صوت من جتا سر کوه بیر دل په مدوکان من دیم دت گرو یا کو اعتماد مناف داره یا کو مگسینه میدونه فلان اول ما خبر نکو من زاند گروهی هر گپ پیشه بل ما وتا خراب نکو من نگو که ما زحمت کاشته فلانه من گو بیل دی ماتر وقت هر کبھی وقت سمجھی یک شی واقعا یک چیزهای زان که تو استاد گوشتن بل ما خبر نکو دیگه الله تر جزا خیر بده باز واشن جوانی گپتیں گپا هم باز ہیں انشالله دی ماتر خدا زندگانی بدن دیگه گپ هم انشالله بیم اشمی سلامت به خدا